کسایی که ادعا دارن سفر در زمان واقعیه. سفر در زمان همیشه تخیلی به نظر میرسه، اما این دفعه فرق داره و مثل اینکه واقعا اتفاق افتاده. حرفای اونا یه جوریه که انگار توهم زدن. یه سری از اونا بعد از اینکه ادعا کردن برای همیشه ناپدید شدن. این چند نفر خیلی عجیبن، مخصوصا آخریشون. اولین نفر ماجرای شخصی به اسم مایکل فیلیپسه که ویدیوی معروفش توی یوتیوب 9 میلیون بازدید گرفته، اونم فقط توی یه روز. اون ادعا میکنه که متولد سال 2043 هستش و از سال 2075 اومده و داستان جان تایتر که ادامه ویدیو قراره با هم ببینیم تایید میکنه. فیلیپس ادعا میکنه که جنگ داخلی که سال 2008 تو آمریکا قرار بود شروع بشه خوشبختانه متوقف کرده. همچنین مدعی شده که سال 2020 جنگ جهانی سوم اتفاق میفته و دلیل شروع اون جنگ اینه که کره شمالی تلاش میکنه حمله اتمی به سمت آمریکا آغاز کنه. اما ادعایی که درباره خودش میکنه واقعا جالبه. اون میگه که توسط یک اداره دولتی که تو آینده قراره درست بشه به نام بخش 18 انتخاب شده و اونو به یک آشیانه مخفی میبرن. یک ماشین زمان نشونش میدن که یک جسم کروی به اندازه 8 فوت بوده و کارش اینطوری بوده که جاذبه گرانشی زیادی ایجاد میکرده و یه چیزی این پورتال ایجاد میشده تا سفر در زمان اتفاق بیفته. خیلی ها به این باور بودن که این یک سیاست جدید آمریکاست تا مردم رو سردرگم کنه، اما هنوزم کسی از اصل ماجرا خبر نداره. مورد بعدی هشدار درباره حمله موجودات فضایی. به عنوان یکی از جدیدترین موارد خوبه که داستان جانسون 27 ساله رو بشنوید. ماجرای مستخدمی که اکتبر 2017 تو شهر کاسپر آمریکا ظاهر شد. اون جای پلیس قسم خورد که از سال 2048 به زمان حال ما اومده تا به مردم درباره حمله فضایی‌ها هشدار بده. اون خیلی تلاش کرد که ملاقاتی با رئیس جمهور داشته باشه تا همه چی رو به خودش بگه، اما نذاشتن. اون میگفت سال 2018 فضایی‌ها به زمین حمله میکنن. جانسون میگفت طبق برنامه قرار بود سال 2018 برگرده، اما فضایی‌ها یه چیزایی به خوردش دادن که نتونسته و به سال 2017 اومده. در آخر پلیس هم خیلی عادی حرفاش رو رد میکنه و به اتهام برهم زدن نظم عمومی دستگیرش میکنه و ظاهرا هنوزم که هنوزه آزادش نکردن. اگه چیزی هم هست بیشتر از این اطلاعاتی نداریم ازش. لطفا قبل از اینکه بریم سراغ مورد بعدی ویدیو رو لایک کنیم. ادعای ویلیام تیلر یکی دیگه از داستان‌های عجیب سفر در زمان. ویلیام تیلر یکم متفاوت‌تر به آینده مردم اشاره کرده بود. اون گفته بود که از سال 2005 به سال 3000 سفر کرد و بعد از اون به سال 8973 منتقل شده. اون گفت از طرف یک شرکت تحقیقاتی که براش کار میکرده به عنوان یک قسمتی از پروژه با آینده فرستاده شده. پیشگویی اون از سال 8973 این بود که تو اون زمان خبری از بیماری، جنگ، مرگ و جرم و جنایت نیست. انسان‌ها نسبت به الان خیلی قد بلندتر، لاغرتر و سرای بزرگتری دارن که همراه ربات‌ها زندگی میکنن. تو ادامه حرفاش گفته بود که سالهای آینده سفر در زمان یه چیزی ساده و پیش پا افتاده، حتی تا جایی که خیلی از کشورها اقدام به ساخت ماشین سفر در زمان میکنه. مدعی بعدی سفر در زمان یک وکیله، کسی به اسم اندرو باسیاگو که در شهر سیاتل زندگی میکرده. چند سال پیش توی گفتگویی با هافینگتون پست ماجرای ساخت یک ماشین سفر در زمان رو لو داده بود. اون گفته بود که وقتی بچه بود و سن زیادی نداشت وارد یک پروژه که تحت نظر سازمان پروژه‌های تحقیقاتی پیشرفته وزارت دفاع آمریکا بوده وارد میشه. اون میگفت کل بچه‌ها و افرادی که سن بالاتری رو داشتن اونجا تعلیم میدادن که از نظر فیزیکی و روانی سفر در زمان براشون راحت‌تر پیش بره. برخلاف افراد قبلی این یکی پیش‌بینی‌های زیادی انجام نداده بوده. فقط یه مورد این که گفته بود بین سالهای 2016 و 2028 رئیس جمهور آمریکا میشه و خیلی‌ها به این حرف اون خندیدن و مسخرش کردن. اون مدعی شده که سال 1972 از طریق اتاق پلاسمایی تو هانوفر شرقی نیوجرسی به گذشته رفته و تصویرش تو عکسی از آبراهام لینکلن در سال 1863 وجود داره. ادعایی که هیچ وقت ثابت نکرد و هنوزم معلوم نیست خودش کجاست و کجا زندگی میکنه. میرسیم به آخرین و جذابترین مورد این ویدیو، اما قبلش تو کامنت ها بهم بگو سفر در زمان ممکنه یا نه. آخرین مورد کسی که با سرمایه گذاری $800 طی 14 روز اونو به 350 میلیون دلار تبدیل کرده بود. خب چنین چیزی کارشناس یا حرفه‌ای بودن نیست. این شخص اندرو کارلسون بود که تو بورس سهام وال استریت همچین سودی کرده بود. FBI معتقد بود که اون به اطلاعات محرمانه دسترسی داره
که 28 ژانویه سال 2003 دستگیرش کردند. اندرو خودش رو 44 ساله و متعلق به سال 2050 معرفی کرده بوده که به زمان ما اومده و 126 تا معامله پرخطر رو از قبل برنامه‌ریزی کرده بوده و نتیجهش رو میدونسته. اون پیشنهاد داد که در قبال آزادی اسامه بن لادن رو فاش کنه و حتی روش درمان بیماری ایدز رو هم بگه، اما نه پلیس نه کل دولت آمریکا حرفش رو باور نکردن. اما وقتی خواستن بیشتر از هویت اون باخبر شن، هیچ گونه اطلاعاتی از اون تو کل دنیا پیدا نکردن، حتی تاریخ تولد، خانواده و چیزای دیگه. تو همین بین یه فرد ناشناس یه وثیقه $1,000,000 برای اندرو گذاشت و اون پس از بیرون اومدن برای همیشه ناپدید شد. ممنون از اینکه تا آخر ویدیو با من بودین. لطفاً ویدیو رو لایک کنین و کانال من رو هم سابسکرایب کنید. همچنین لینک ویدیوهای دیگر رو توی دیسکریپشن گذاشتم.